سلام دوستان عزیز، استودیو باشگاه دوستداران کوهستان امیر اخوان هستم در خدمت شما، در خدمت آقای جدیدی، آقای استاد جدیدی. ایشون ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان باشگاه به دست ایشونه و زحمات ما گردن ایشون. تشکر میکنیم ازش. این هفته جمعه بالا بودن، میخوایم ببینیم توضیحاتی بده، گزارشی در رابطه با ستاد قله توچال. سلام عرض ادب در خدمت شما. به نام خالق کوهستان، ما تیم ستاد ما این هفته بالا روی قله توچال مستقر بود. کار بچهای ستاد ما از ساعت 6 صبح شروع شد که بچه‌ها ساعت 7:30 روی قله توچال مستقر و در کارهای ستادی خودشون رو روتین انجام میدن. و اینکه بچهای ستادی همشون بچه‌هایی هستن که مربی‌های دوره دیده، آموزش دیده که همه تجربه کافی رو دارن برای اینکه روی قله یا روی کار ستادی رو بتونن انجام بدن. کار پایان ستاد ما هم که ساعت 15 عصر هست که ستاد تعطیل میشه، ما به طرف پایین حرکت میکنیم و کسایی که رو قله هستن رو بهشون گزارش آب و هوایی رو میدیم، گزارش اینو میدیم که تلکابین کی بسته میشه و کی حرکت میکنه و به طرف پایین برمیگردیم. یعنی ساعت 14 دیگه میگن هر جا هستی برگرد. بله. ولی شما تا ساعت 3 هستیم. بله، ما قانون ساعت 14 که جهانی هست رو ابلاغ می‌کنیم به کوهنوردا که در مسیر دارن از ایستگاه 7 به طرف بالا میان رو هم بهشون تذکرات و لازم رو میدیم که به طرف پایین برگردن و برگردن پایین چون قانون کوهنوردیه. یه آقایی با دمپایی اومده بود. بله، فیلمشو گرفته بودی، راضی بود فیلمشو پخش کردیم؟ بله. ما نکنه بریم اون دنیا با جواب این آقا رو ما بدیم. ما مجوز رو این رو گرفتیم ازشون، هم من هم دوستانم که دیده بودنشون مجوز این رو گرفتیم ازشون که بتونیم فیلمشون رو پخش کنیم و با رضایت خودشون بود. حالا اگرم ایشون مجوز این رو نمیداد ما صورتشون رو محو می‌کردیم، اما اجازه این کار رو به ما دادن. بله. ما ازشون تقاضا می‌کنیم اگه ممکنه یه روز بیان تو استودیو باشون یه صحبتی بکنیم. بله حتما تشریف بیارید. البته آقای جدیدی من یه چیزی عرض کنم خدمتتون ها. ببینید ما نمیتونیم بگیم کی چه جوری بیاد یا نیاد، درسته؟ بله. مثلا حالا دوست داره طرف میگه آقا من دوست داشتم اینجوری اومدم، اگه میخواد حادثه هم باشه برای منه، درسته برای ایشونه، ولی خب بعد تیم امدادی و مثل این جمعه که ایسکا 5 اتفاق حادثه بود 2 تا 3 تا تیم امدادی و 20 ساعت درگیر کرده. بله. حالا ما اینو میخوایم بگیم هر چیزی آداب و رسوم خودشو داره. آیا شما با دمپایی و لباس کارگری یا لباس فوتبال به عروسی میرید؟ نمیرید که. همه کوهنوردا ما کاری نداریم، بعضی آموزش ندیدن. بیاین آموزش ها رو ببینید، تجهیزاتی که یک کوهنورد باید داشته باشه چی هست که وقتی وارد کوهستان میشین داشته باشین. الان بچهای ستاد که کاری با کسی ندارن، فقط میان میگن آقا این تجهیزات شما ایراد داره، این مشکلات هست، اینا رو تامین کنیم برای خودتون. حالا تجهیزات هم آقا گرون شده، ولی میخوام ببینیم این آقا با دمپایی میاد ایراد نداره، کفششو میذاره تو کولش، چرا این کارو میکنه؟ مثلا چرا میخوایم این سوال ازش بکنیم که آقا تو که داری میای کو با کفش خودت، خب بیا بزن هم ببینه ایرادش چیه. توی کوهنوردی آدابی داره. بله. آقای جدیدی هیچ موقع با لباس فوتبال نمیتونی بیایید قله دماوند صعود کنی، هیچ موقع هم با لباس کوهنوردی تو زمین فوتبال نمیتونی بری. پس ما بیایم قشنگ کوهنوردی کنیم، زیبا کوهنوردی کنیم، تجهیزاتمون تمام لوازممون کوهنوردی باشه که دیگران هم میبینن اشتیاق پیدا کنن به کوهنوردی. آقای جدیدی عزیز، مرسی. خوب بود بچه‌ها. چطور؟ تشکر. مرسی.